به پادکست خورشید خوش اومدین. ایران پس از فتح عرب آنچه که در کتاب‌های مدرسه گفته نشده. گاهی تاریخ را اینطور برایمان تعریف می‌کنند. یک لشکر آمد، جنگ شد، حکومتی سقوط کرد و بعد همه چیز تمام شد. اما تاریخ واقعی هیچ وقت اینقدر ساده نیست. تاریخ زندگی انسان هاست. ترس‌ها، امیدها، تحقیرها و تصمیم‌هایی که شبانه گرفته می‌شوند. امروز در پادکست خورشید نمی‌خوایم فقط درباره سقوط یک حکومت حرف بزنیم. می‌خوایم درباره مردمی حرف بزنیم که ناگهان دیدند کشورشان دیگر مال خودشان نیست. تصور کن مردی را در شهر ری، کشاورزی که پدرش زیر پرچم ساسانیان زندگی کرده بود. نه سیاست می‌دانست نه جنگ. اما یک روز مأمور جدیدی آمد. به زبانی دیگر سخن گفت. قانونها عوض شد و او فهمید دنیا دیگر مثل دیروز نیست. اینجا داستان ایران پس از فتح آغاز می شود. قبل از آنکه سپاه عرب برسد، ایران کشوری فرسوده بود. سالها جنگ با امپراتوری روم خزانه را خالی کرده بود. دهقانان زیر بار مالیات له شده بودند. اشراف ثروتمندتر می شدند و فاصله طبقاتی عمیق‌تر می شد. دربار ساسانی گرفتار توطئه بود. شاهان یکی پس از دیگری می آمدند و می رفتند. کودتا، ترور و بی‌ثباتی. مردم عادی اعتمادشان را به حکومت از دست داده بودند. وقتی سپاه عرب رسید، ایران از درون شکسته بود. نه از نظر تمدن، بلکه از نظر امید. فتح ایران یک رویداد یک روزه نبود. سالها طول کشید. شهر به شهر، روستا به روستا. بعضی جاها مقاومت شد، بعضی جاها صلح، بعضی جاها خیانت. برای مردم عادی جنگ فقط صدای شمشیر نبود. جنگ یعنی قطع شدن راه تجارت، گرانی نان، ناامنی شبها، فرار خانواده ها. وقتی شهر سقوط می کرد، هیچ کس نمی دانست فردا چه می شود. بعضی فرماندهان عرب منصف بودند، بعضی خشن. و همین تفاوت تجربه مردم را پیچیده تر می کرد. اما چیزی که تقریباً همه حس می کردند، از دست رفتن اختیار بود. سالها گذشت. خلافت مستقر شد. و حالا تفاوت‌ها آشکار می‌شد. در جامعه جدید عرب بودن امتیاز بود. حقوق بیشتر، جایگاه بالاتر، قدرت سیاسی. ایرانی‌ها حتی مسلمانان مالی نامیده می‌شدند. یعنی وابسته. یعنی تابع، هیچ برابری وجود نداشت. در دادگاه شهادت عرب ارزش بیشتری داشت. در سپاه فرمانده عرب بود. در دیوان زبان عربی رسمی شد. ایرانی‌ها احساس کردند از صاحب خانه به مهمان تبدیل شدند و این حس بسیار خطرناک است. خشم همیشه فریاد نمی‌زند. گاهی سالها ساکت می‌ماند. در دل مردم قصه‌های قدیمی زمزمه می‌شد. داستان پادشاهان، قهرمانان، گذشته‌ای که از دست رفته بود. وقتی ابو مسلم خراسانی برخاست، هزاران ایرانی به او پیوستند. نه فقط به خاطر سیاست، بلکه برای بازیابی عزت. اما وقتی همان خلافت او را کشت، احساس خیانت همه جا پیچید. قیام سنباد، قیام المقنع و سرانجام بابک. بابک فقط یک فرمانده نبود. او فریاد جمعی بود. 21 سال جنگ نشان می‌دهد این فقط شورش نبود. این یک مقاومت قدرتمند بود. پس از شکست قیام‌ها، ایرانیان فهمیدند قدرت فقط در شمشیر نیست و آرام آرام مسیر تغییر کرد. زبان فارسی دوباره جان گرفت. فرهنگ زنده شد و داستانگویی تبدیل به مقاومت شد. شاهنامه فقط شعر نبود، بیانیه بود. می گفت
ما بوده ایم، ما هستیم و فراموش نخواهیم شد. قرنها بعد حکومت‌های ایرانی بازگشتند. نه با انقلاب خونین بلکه با نفوذ تدریجی. طاهریان، صفاریان، سامانیان. اسلام باقی ماند، اما قدرت عربی عقب نشست. ایران دوباره خودش شد. شاید بزرگترین اشتباه تاریخی این بود که تصور کرد با فتح یک سرزمین می شود هویت یک ملت را فتح کرد. ایران سقوط کرد، اما حافظه‌اش نه. و تا وقتی حافظه زنده باشد، خورشید دوباره طلوع می کند. اما اینجا یک سوال مهم به وجود می آید. اگر همه قیام‌ها شکست خوردند، اگر بابک کشته شد، اگر شورش‌ها خاموش شدند، پس چطور ایران نابود نشد؟ چطور ملتی که بارها سرکوب شد هنوز باقی ماند؟ پاسخ این سوال در چیزی است که کمتر درباره‌اش صحبت می شود. زندگی روزمره مردم. تاریخ معمولاً درباره پادشاهان حرف می زند. اما تاریخ واقعی در خانه‌های گلی روستاها اتفاق می افتد. در قرن‌های نخست پس از فتح، اکثریت مردم ایران نه شورشی بودند، نه سیاستمدار، نه جنگجو. آنها فقط می‌خواستند زنده بمانند، کشاورزی کنند، نان بپزند و فرزندانشان را بزرگ کنند. اما هر روز با این واقعیت روبرو بودند که دیگر صاحب سرنوشت خود نیستند. فرماندار از جایی دیگر می آمد، قانون از زبانی دیگر نوشته می شد و قدرت دور از دسترس بود. این حس بی‌قدرتی کم کم در حافظه جمعی تنشین شد. نه به شکل فریاد، بلکه به شکل سکوت. بسیاری از مورخان بعدی گفتند ایرانیان 2 قرن سکوت کردند. اما این جمله نیمی از حقیقت است. ایرانیان ساکت نبودند، فقط نمی جنگیدند. آنها یاد گرفتند چطور بدون شمشیر دوام بیاورند. در خانواده ها قصه های قدیمی گفته می شد. در شب نشینی ها نام رستم و سیاوش زنده ماند. در آیین ها نوروز خاموش نشد. در دل مردم ایران هنوز وجود داشت، حتی اگر روی نقشه نبود. این سکوت، سکوت مرگ نبود. سکوت بقا بود. نقطه بسیار مهم اینجاست. ایرانیان فقط مقاومت نکردند. آنها یاد گرفتند قدرت را یاد بگیرند. به تدریج وارد دیوان سالاری خلافت شدند. حسابداری، اداره، مالیات، سیاست را در دست گرفتند. وزیر شدند، نویسنده شدند، مشاور شدند. به جایی رسید که خلیفه عرب بود، اما حکومت با قلم ایرانی میچرخید. وزیران بزرگ عباسی مثل خاندان برمکیان ایرانی بودند. و این یعنی چه؟ یعنی شکست نظامی به پیروزی تدریجی سیاسی تبدیل شد. نه با انقلاب، با نفوذ. یکی از پیچیده ترین بخش‌های تاریخ اینجاست. اسلامی که وارد ایران شد در طول قرنها تغییر کرد. نه در اصول دینی، بلکه در فرهنگ. ایرانیان عرفان را گسترش دادند، تصوف را پررنگ کردند، اخلاق و معنویت را برجسته کردند. اسلام خشک قبیله‌ای به اسلام فلسفی، عرفانی و شاعرانه تبدیل شد. حافظ، سعدی، مولوی همه محصول همین دورانند. ایران نه حذف شد، نه کاملا تسلیم، بلکه دین تازه را هم ایرانی کرد. و این شاید بزرگترین پیروزی فرهنگی تاریخ ایران باشد. حالا باید واقع بین باشیم. آیا همه ایران از اعراب متنفر بودند؟ نه. تاریخ هرگز انقدر ساده نیست. برخی مسلمان شدند با باور، برخی با اجبار، برخی برای رهایی از مالیات، برخی برای پیشرفت اجتماعی، برخی فرمانداران عادل بودند و برخی ظالم، برخی ایرانیان همکاری کردند و برخی مقاومت. اما یک چیز مشترک بود. اکثریت مردم از سلطه بیگانه ناراضی بودند. نه از یک قوم، بلکه از اینکه تصمیم گیرنده نبودند.
این نارضایتی نسلی منتقل شد. نه همیشه با خشم، گاهی با خاطره. سرانجام نام ایران دوباره بازگشت. نه ناگهانی، نه با یک انقلاب بزرگ، بلکه آرام. سامانیان زبان فارسی را رسمی کردند، سکه ها فارسی شد و شعر فارسی شکوفا شد. برای اولین بار پس از قرنها مردم دوباره خودشان را ایرانی صدا زدند. خورشید آهسته از پشت قرنها بیرون آمد. تاریخ ایران پس از فتح داستان شکست نیست. داستان دوام است. داستان ملتی که یاد گرفت گاهی برای زنده ماندن باید عقب نشست. اما هرگز خودت را فراموش نکنی. ایران جنگید، سقوط کرد، ساکت شد، فکر کرد و دوباره برخاست. و شاید همین است راز بقای یک تمدن. قدرت می آید و می رود، اما انسان می ماند. اگر تمام این تاریخ را کنار هم بگذاریم، فتح‌ها، شورش‌ها، خون‌ها، سکوت‌ها به یک حقیقت ساده می رسند. هیچ قدرتی ابدی نیست. نه امپراتوری ساسانی، نه خلافت عرب، نه هیچ حکومتی در هیچ جای تاریخ. همه آمدند و همه رفتند. اما چیزی بوده که همیشه مانده است. انسان. انسانی که می ترسد اما زندگی می کند. تحقیر می شود اما خاطره را حفظ می کند. شکست می خورد اما معنا می سازد. تاریخ ایران پس از فتح داستان نفرت نیست. داستان ماندن است. ماندن در زمانی که رفتن آسان‌تر بود. ماندن وقتی فراموشی امن‌تر به نظر می رسد. قدرت‌ها همیشه فکر می کنند اگر سرزمین را بگیرند، انسان را هم گرفتند. اما اشتباه تاریخ همینجاست. انسان را نمی شود فتح کرد. می شود بدنش را شکست اما حافظه‌اش را نه. می شود زبانش را ممنوع کرد اما رویاهایش را نه. می شود مدتی او را ساکت کرد اما هرگز نمی شود او را تهی کرد. ایرانیان شاید در جنگ ها شکست خوردند اما در معنا نه. وقتی نتوانستند بجنگند قصه گفتند. وقتی نتوانستند فریاد بزنند شعر گفتند. وقتی نتوانستند حکومت کنند فرهنگ ساختند و این شاید عمیق‌ترین شکل مقاومت باشد. تاریخ به ما یاد می‌دهد که ملت‌ها با شمشیر زنده نمی‌مانند، با معنا زنده می‌مانند. قدرت با ترس حکومت می‌کند اما فرهنگ با حافظه و حافظه از هر ارتشی ماندگارتر است. شاید روزی پرچم‌ها عوض شوند، زبان‌ها تغییر کنند و نام‌ها فراموش شوند. اما تا وقتی انسانی هست که از خودش بپرسد من کی هستم و از کجا آمدم، هیچ تمدنی واقعا نمی‌میرد. خورشید همیشه همان لحظه طلوع می‌کند که همه فکر می‌کنند شب ابدی شده است. و شاید تاریخ ایران نه داستان شکست‌ها بلکه تمرین طولانی بشر برای امید بوده است. این پادکست خورشید بود. روایت حقیقت‌هایی که نه برای جنگیدن بلکه برای فهمیدن گفته شدند. تا اپیزود بعد یادت باشد قدرت‌ها می‌گذرند اما انسان اگر خودش را فراموش نکند می‌ماند.